اون آدم‌های موفقی که شما امروز می‌بینید و از زندگی اونها الگو برداری می‌کنید و از شنیدن صحبت‌های اونها لذت می‌برید، بچه‌ها از اول آدم موفق نبودن. از اول زندگیشون روی ریل آرامش و آسایش نبوده. اونها هم شکست خوردن، اونها هم بد آوردن، اونها هم بدهکار شدن، جیبشون خالی شده، از طلبکاری موقعی فراری شدن، اما امروز موفقن. شانس؟ نه، نباید بگیم اینا شانس آوردن، بلکه باید بگیم اینها روی خواسته هاشون وایستادن، اینها برای اهدافشون سختی رو به جون خریدن، اینها جنگیدن تا به خواسته هاشون رسیدن و امروز روی قله موفقیت ایستادن.